سلام به چنل ویسپر خوش اومدید. یادتون نره که چنل رو سابسکرایب کنید و اگه از داستان خوشتون اومد حتما لایک کنید و کامنت بذارید چون خیلی به من روحیه میده. داستانی که میخوام براتون بخونم از یک کتاب جذاب اثر کیگو هیگاشینو هست به نام رستگاری یک قدیسه. بریم که داستانو با هم بشنویم. هیرومی هیجان زده شد و نگاهش رو پایین انداخت. مطمئن بود آقا و خانم ایکای هیچ کدوم به کار و بار و اهمیتی نمیدن. فقط سعی داشتن راهی پیدا کنن تا اونو که تنها فرد مجرد جمع بود در گفتگو دخیل کنن. آیانه در حال بلند شدن گفت: راستی یادم اومد یه هدیه برای شما دوتا دارم. رفت و یک پاکت کاغذی بزرگ از پشت کاناپه بزرگ برداشت و سر میز آورد. وقتی محتوای پاکت رو نشون داد، یوکیکو صدای اغراق‌آمیزی از سر شگفتی از خودش در آورد و دستاش رو جلوی دهانش گرفت. رو تختی چرتکی پرنقش و نگاری بود با دوختی ظریف و پیچیده. خیلی کوچکتر از اندازه معمول بود. آیانه گفت: با خودم گفتم برای تخت بچه به دردتون میخوره. هر وقتم بچه بزرگ شد میتونیم به عنوان فرشینه به دیوار آویزونش کنیم. یوکیکو با لبخندی پرشور گفت: وای معرکه است. خیلی ازت ممنونم آیانه. لبه لحاف را در یک دست گرفت و پارچه‌اش را لمس کرد. مطمئنم عاشقش میشه. ممنون. عجب هدیه‌ایه. درست کردن اینا خیلی وقت میبره، نه؟ تاتسویکو اینو پرسید و برای تایید به طرف هیرومی نگاه کرد. هیرومی از آیانه پرسید: این یکی چقدر طول کشید؟ حدود 6 ماه؟ او فقط آشنایی مبهمی با روند درست کردن این سبک خاص لحاف داشت. آیانه سگرمه‌هایش را در هم کشید و گفت: دقیقاً یادم نیست. سپس توجهش را به یوکیکو معطوف کرد. ولی خوشحالم که ازش خوشت اومده. عاشقشم. ولی نمیدونم قبولش کنم یا نه. عزیزم میدونی اینا چقدر گرونن؟ قیمت یه رو تختی اسب که کار دست آیانه میتا باشه توی گالری گینزا سر به 1,000,000 ین میکشه. تاتسویکو با صدای بلند گفت: عجب. چشمانش از تعجب این که چیزی تهیه شده از تکه های به هم دوخته پارچه میتواند اینقدر قیمتی باشد گرد شده بود. یوشتاکا به آنها گفت: راستش تا حالا ندیده بودم برای هیچ کدوم از لحافاش اینقدر با شور و علاقه کار کنه. حتی تو روزای مرخصی منم میشست روی اون کاناپه با سوزناش کار میکرد. بعضی وقتا تمام روز. این از خودگذشتگی که نشون میداد تحسین برانگیز بود. آیانه آهسته گفت: فقط خوش شدم که به موقع تمومش کردم. بعد از شام مهمانها به اتاق نشیمن رفتن. جایی که مردها اعلام کردن حاضرن حالا بروند سراغ ویسکی. یوکیکو با صدای بلند درخواست یک فنجان قهوه کرد. به همین خاطر هیرومی به آشپزخانه برگشت. آیانه گفت: خودم قهوه درست میکنم. چطور تو بری چند تا لیوان و آب برای ویسکی بیاری؟ یکم یخ توی فریزر هست. آیانه به طرف سینک رفت و قوری را پر کرد. وقتی هیرومی با سینی پر به اتاق نشیمن برگشت، موضوع گفتگو به باغبانی تغییر کرده بود. باغچه خانواده ماشیبا چراغ‌های خارجی کوچک متعددی داشت که در زوایای هوشمندانه‌ای قرار گرفته بودند. حتی شبها هم بوته‌ها و گیاهان گلدانی مختلف به شکل جذابی به نمایش در می‌آمدند. تاتسویکو گفت: نگهداری از این همه گل باید سخت باشه. یوشتاکا جواب داد: جزئیاتش یکم برای من مبهمه ولی ظاهراً آیانه مرتب بهشون میرسه. چند تا هم توی بالکن طبقه دوم هست. اونا رو هم هر روز آب میده. من به خودم زحمت این کارو نمیدم ولی ظاهراً آیانه از این کار بدش نمیاد. واقعاً گلاشو دوست داره. هیرومی طور برداشت کرد که یوشتاکا علاقه چندانی به گل و گیاه نداره. از بی‌توجهی کلی او به طبیعت آگاه بود. آیانه از آشپزخانه برای 3 نفر قهوه آورد. هیرومی وقتی یاد ویسکی افتاد با عجله داخل 2 تا از لیوان‌ها آب ریخت. ساعت از 11 گذشته بود که آقا و خانم ایکای برای رفتن به خونه سر و صدا را انداختن. تاتسویکو بلند شد و گفت: عجب بزمی بود. هدیه‌تونم خیلی خوب بود. دفعه بعدی شما بیاین خونه ما. البته به خاطر بچه و اینا خونمون همیشه به هم ریخته است. به زودی فرصت میکنم خونه رو تمیز کنم.
یوکیکو اینو گفت و سقلمه‌ای به پهلوی شوهرش زد و بعد به آیانه لبخند زد. بیا شازده کوچولومونو ببین، هرچند الان بیشتر شبیه کورب چاقه. آیانه به او اطمینان داد که خیلی دوست دارد بیاید و سر بزند. تقریبا ساعتی بود که هیرومی هم باید به خانه میرفت. به همین خاطر تصمیم گرفت با آقا و خانم ایکای برود. تاتسویکو تعارف کرد که او هم با تاکسی آنها برود و او را دم آپارتمانش پیاده کند. وقتی هیرومی در راه رو داشت کفشاش رو میپوشید، آیانه بلند گفت: اوه هیرومی، من فردا خونه نیستم. یوکیکو گفت: درسته، یه آخر هفته 3 روز است مگه نه؟ میری مسافرت؟ نه، فقط میرم خونه پدر و مادرم. توی ساپوروه؟ آیانه با لبخند سرش رو تکان داد. آره، حال پدرم زیاد خوب نیست. برای همین با خودم گفتم مادرمو تنها نذارم. البته چیز جدی هم نیست. تاتسویکو خجالت زده به نظر می رسید. خب خیلی بد شد. اون وقت تو اینجا برای ما جشن سیسمونی گرفتی. آینه سرش رو تکان داد. نه، خواهش میکنم نگران نباش. همونطور که گفتم چیزی جدی نیست. توجهش رو دوباره به هیرومی معطوف کرد و گفت: اگه کاری پیش اومد شماره موبایلمو داری. کی برمیگردی؟ خب، آیانه کمی اخم کرد. گمونم هر وقت مطمئن شدم بهت زنگ میزنم. زیادم دیر بر نمیگردم. باشه. هیرومی نگاهی به طرف یوشتاکا انداخت. ولی یوشتاکا به دوردست خیره شده بود. بالاخره هر سه از خانه خارج شدند و از جاده فرعی در آن سوی خانه آقا و خانم ماشیبا به خیابان اصلی رفتند. سپس تاتسویکو برای یک تاکسی دست بلند کرد. از اونجایی که اول هیرومی پیاده میشد، آخر از همه سوار شد. وقتی تاکسی راه افتاد، یوکیکو گفت: امیدوارم زیادی راجع به بچه حرف نزده باشی. تاتسویکو از روی صندلی جلو گفت: خب که چی؟ جشن سیسمونی بود دیگه. فقط داشتم فکر میکردم بهتر بود یکم بیشتر ملاحظه وضعیتشون رو میکردی. دارن سعی میکنن بچه دارشن مگه نه؟ یوشتاکا چند وقت پیش یه چیزایی در این باره گفت. اگه نتونن بچه دارشن چی؟ تو چیزی نشنیدی هیرومی؟ نه هیچی، شرمنده. یوکیکو با حالتی مایوس زیر لب گفت: آه. هیرومی از خودش پرسید که نکنه برای اینکه از اون حرف بکشن پیشنهاد دادن اونو به خونش برسونن. صبح روز بعد هیرومی طبق معمول ساعت 9 از آپارتمانش خارج شد تا به سمت خانه آن در دایکانیمایا برود. آپارتمانی را به کلاسی برای آموزش چلتکه دوزی تبدیل کرده بودند. راه اندازی این آموزشگاه فکر آیانه بود و حدوداً 30 شاگرد می آمدند تا فنون چلتکه دوزی را مستقیما از خود آیانه میتا بیاموزند. هیرومی وقتی از ساختمان خارج شد از دیدن آیانه که با چمدانی در کنارش آنجا ایستاده بود تعجب کرد. آیانه وقتی او را دید لبخندی زد. آیانه چیزی شده؟ نه، فقط میخواستم قبل رفتنم یه چیزی بهت بدم. آیانه دست کرد در جیب پالتوش و کلیدی در آورد. این برای چیه؟ کلید خونمونه. همونطور که گفتم دقیقا مطمئن نیستم کی میتونم برگردم خونه. امیدوار بودم بتونم اینو بهت بدم، شاید چیزی پیش اومد. خیلی خوب. برات مشکله؟ نه مسئله نیست، ولی این یه کلید یدکیه نه؟ خودت یکی دیگه ازش داری؟ من لازم ندارم، میتونم موقع برگشتن به تو زنگ بزنم. اگرم تو نتونستی خودتو برسونی شوهرم میاد. اگه مطمئنی. آیانه دست هیرومی رو گرفت و کلیدو در اون گذاشت و انگشتش رو دورش بست. ممنون. خدا نگهدار. آیانه اینو گفت و راه افتاد و چمدونش رو دنبال خودش کشید. هیرومی که داشت با خودش فکر میکرد گفت: صبر کن. سپس با صدای بلندتر: آیانه! آیانه ایستاد و رویش را برگرداند. بله. هیچی، فقط سفر بخیر. ممنون. آیانه دستی تکان داد و دوباره راه افتاد. کلاس‌های لافدوزی تا آخر شب ادامه داشتن و هیرومی فرصت سرخاروندنم پیدا نمی‌کرد. موقعی که داشت آخرین شاگردا رو مشایعت می‌کرد، گردن و شونه‌هاش مثل چوب خشک شده بودن. تازه از نظافت کلاسش فارغ شده بود که موبایلش زنگ خورد. صفحه‌شو نگاه کرد و آب دهانش رو قورت داد. یوشتاکا بود.
به محض اینکه گوشی روی گوشش گذاشت، یوشتاکا گفت کلاسای امروز تموم شدن؟ آره، همین الان. عالیه. من الان با چند تا مشتری بیرونم، ولی به محض اینکه کارم تموم بشه میرم خونه. تو هم بیا. اونقدر لحن حرف زدنش عادی بود که هیرومی مطمئن نبود چطور جواب بده. مگه اینکه برنامه‌های دیگه‌ای داشته باشی. نه، اصلاً. مطمئنی مشکلی نیست؟ معلومه که مشکلی نیست. همین کافیه که بگم حالا ها بر نمیگرده. هیرومی به کیف دستی زل زد. کلیدی را که آینه صبح آن روز به او داده بود در جیب داخلی آن گذاشته بود. یوشتاکا اضافه کرد در ضمن میخواستم راجع به یه مسئله هم باهات حرف بزنم. چی؟ هر وقت دیدمت بهت میگم. ساعت 9 میرسم خونه. فقط قبل از اینکه بیای یه زنگ بهم بزن. قبل از اینکه هیرومی بتواند جواب بدهد، او تلفن را قطع کرد. هیرومی خودش به تنهایی در نودل فروشی غذا خورد. سپس به یوشتاکا زنگ زد. خانه بود و وقتی به او گفت سریع به خانه بیاید، هیجان در صدایش احساس میشد. هیرومی در مسیر خانه خانواده ماشیبا در تاکسی کمی دچار خود بیزاری شده بود. از این رنج می‌برد که یوشتاکا ظاهراً بابت اونچه بینشون بود کوچکترین عذاب وجدانی حس نمی‌کرد. ولی در عین حال هم باید به خوشحالی خودش اقرار می‌کرد. یوشتاکا دم در با لبخندی به استقبالش اومد. عجله‌ای برای بردن اون به داخل خونه نکرد. همه ی حرکاتش تو هم با خونسردی و اطمینان بود. در اتاق نشیمن بوی قهوه دم کرده به مشام هیرومی رسید. یوشتاکا با یک فنجان قهوه در هر دستش که هیچ کدام روی نلبکی نبودن از آشپزخانه بیرون اومد و گفت چند ماه بود خودم قهوه درست نکرده بودم. امیدوارم خرابش نکرده باشم. یکی از فنجانها را به او داد. فکر کنم تا حالا ندیدم پا توی آشپزخانه بذاری. شاید. از زمانی که ازدواج کردم هیچ کار خاصی نکردم. هیرومی زیر لب گفت زن خیلی زحمت کشی. جرعه‌ای از قهوهش نوشید. تیره و خیلی تلخ بود. گوشه های دهان یوشتاکا پایین آمد. قهوه زیاد ریختم. میخوای من یک کم دیگه درست کنم؟ نه، فعلا نمیخواد به خودت زحمت بدی. میتونی قوری بعدی رو تو درست کنی. در ضمن ازت نخواستم بیای اینجا که راجع به قهوه گپ بزنی. فنجانش رو روی میز مرمری گذاشت. دیروز باش حرف زدم. حدس میزدم. بهش نگفتم تویی فکر میکنه کسیه که نمیشناسدش. البته اگه اصلا حرفمو باور کرده باشه. هیرومی به یاد صبح افتاد. به یاد چهره آینه وقتی کلیدو به او داده بود. هیچ دوز و کلکی پشت اون لبخند ندیده بود. چی گفت؟ قبول کرد. واقعا؟ آره واقعا. بهت گفتم قبول میکنه. هیرومی سرش رو تکان داد. شاید من در جایگاهی نباشم که این حرفو بزنم، ولی نمیتونم درک کنم چطور ممکنه قبول کرده باشه. چون اینا جزء قوانین بود. قوانینی که من تعیین کردم، ولی بازم به هر حال تو لازم نیست نگران چیزی باشی. همه چی مرتبه. پس اوضاع بینمون خوبه؟ یوشتاکا گفت بهتر از خوب. یک دستش را دور شانه هیرومی انداخت و او رو به خودش نزدیک کرد. بمون، یه اتاق مهمون داریم. هیرومی که هنوز آمیزه عجیب و غریب از بخت و آسایش خاطر و عذاب طولانی احساس می‌کرد، سرش را به نشانه تایید تکان داد. صبح روز بعد هیرومی داخل آشپزخانه بود و می‌خواست قهوه درست کند که یوشتاکا وارد شد و از او خواست یادش بدهد. فقط چیزی رو که آینه یادم داده بلدم. یوشتاکا دست به سینه ایستاد و گفت همون کافیه. یادم بده. هیرومی یک فیلتر کاغذی در دریپر گذاشت و با پیمونه‌ای داخلش قهوه ریخت. یوشتاکا به جلو خم شد تا مقدارش رو چک کنه. اول یکم آب جوش میریزی، فقط یه ذره. بعد صبر میکنی تا پودر قهوه یه جورایی باد کنه. کمی آب جوش از کتری در دریپر ریخت. حدود 20 ثانیه صبر کرد. سپس دوباره شروع کرد به ریختن. به صورت دایره‌ای میریزی. قهوه موقع ریختن یه ذره بالا میاد و باید بذاری تقریبا در همون سطح بمونه. بعد همینطور که داری میریزی به خطوط قوری سرو نگاه میکنی و به محض اینکه اندازه 2 نفر شد دریپر رو بر میداری. اگه بذاری داخلش بمونه رقیق میشه. به طرز عجیبی پیچیده است.
مگه قبلا برای خودت قهوه درست نمی‌کردی؟ چرا با قهوه ساز؟ وقتی ازدواج کردیم آینه انداختش دور. گفت قهوه‌ای که اینجوری دم کنی طعم بهتری داره. از اونجایی که میدونم به قهوه اعتیاد داری، احتمالا فقط میخواسته بهترین قهوه ممکن رو بهت بده. یوشتاکا لبخند محوی زد و سرش رو تکان داد. هر وقت هیرومی شروع میکرد به صحبت درباره عمق وفاداری آیانه به او یا آموزشگاهش یا کارش، همیشه همین کارو میکرد. وقتی قهوه‌شو نوشید اقرار کرد که طعمش خیلی بهتره. همچنان که جرعه از قهوهش می نوشید، هیرومی وسایلش رو جمع کرد. خانه آن یک شنبه‌ها تعطیل بود، ولی هیرومی به عنوان مربی پاره وقت در یک آموزشگاه هنرهای سنتی در ایکبوکورو کار می‌کرد که این کار هم از آینه به او رسیده بود. موقع رفتنش، یوشتاکا از او خواست وقتی کارش تمام شد زنگ بزند تا با هم شام بخورند. هیرومی دلیلی برای نگفتن نداشت. وقتی کارش در آموزشگاه هنر تمام شد، ساعت از 7 گذشته بود. موبایلش رو برداشت و در حالی که داشت آماده رفتن میشد تماس گرفت. ولی یوشتاکا موبایلش رو جواب نمیداد. گذاشت مدتی زنگ بخوره. بعد قطع کرد و خط ثابت خانواده ماشیبا رو گرفت. ولی نتیجهش همون بود. شاید رفته جایی، ولی هیچ وقت موبایلش رو جا نمیذاره. به هر حال هیرومی تصمیم گرفت به خانه او برود. در راه چندین بار تماس گرفت ولی باز هم جواب نداد. بالاخره خودش رو جلوی خونه یافت. از بالای دروازه نگاه کرد و دید که چراغ داخل اتاق نشیمن روشنه. باز هم نه کسی جواب داد و نه کسی دم در اومد. شونه‌ای بالا انداخت و کلید آینه را از کیفش در آورد. قفل در جلویی رو باز کرد و داخل رفت. چراغ راهرو روشن بود. هیرومی کفشاشو در آورد و از راهروی کوتاه گذشت. بوی ملایم قهوه رو تشخیص داد. حتما یوشتاکا در طول روز باز هم قهوه درست کرده بود. در اتاق نشیمن رو باز کرد و خشکش زد. یوشتاکا بی حرکت روی زمین چوبی ولو شده بود. مایه‌ای تیره از فنجون قهوه‌ای کنارش بیرون ریخته و روی زمین پخش شده بود. خدای من، باید آمبولانس خبر کنم. اون شماره که میگم باید بهش زنگ بزنی چنده؟ هیرومی با دستان لرزان موبایلش رو در آورد. ولی هر چقدر به مغزش فشار آورد شماره یادش نیومد. این داستان همچنان ادامه داره. ممنون که تا اینجای داستان با من همراه بودید. تا بعد.